اجازه در نزد من یک نفر است که من بگم شاید برابر گرفتن این نامش در لبهای شما تبسم هویدا می شود. راهبر تئاتر استودیوی لحظه های گوارا خالمراد صدیق، بسیار خوش آمدین. رحمت یک قرصک قرصکی توجیکانه. سلامت باشید. من اول شما رو خوش آمدید میگم. رحمت استم. با برنامه شما امروز من میدونم که چند سال قبلتر شما مهمان ما بودین. صحبت کردیم و تقریبا از تو این مدت 1-2 سال سپری شد اگر خطا نکنم. بید ما طول 1 سال نبود، طول 2 سالی که شما مثلا هم صحبت نشدیم یا که مثلا نه اومدین مهمونی ما نبودین، چی نویگری بود در فعالیت شما؟ نویگری کمتر دوستم، بسیار کم به نظر میرسه، چون که دیگه کارو بودن. بعد همین کسلی که اومد کو بله کووید-19 بسیار خلل رساند در اجرایات ما. بله این لحاظ دیگه اجرایات هم سوس شد. نمیشه نقشه‌ها بسیار هستن، صحنه‌های بسیار خوب بودن، اینا بعد ما بنوار میگرفتیم، پیشکش تماشابین میکردیم. همین بسیار ما رو پیش راه خیلی گرفت. فعالیتی که شما دویم با اون مشغول هستید و درآمدتون از همون حساب است، ولی کجا است؟ حاضر ما هم چند سال تا 45 سال خدمت کردگی. انا حاضر فقط وقتی شهرنمایی یعنی هر نفر که شما رو دعوت میکنه طریق شهرنامه شما میتونید بله در اشتراک میکنید. بله هنرنمایی بله بهترین. سلامت باشین. یک سوالی که برای من برای دیگر شنونده معما است، خود همین لحظه های گوارا و چی شد که یک بار شما از هم جدا شدین؟ انکی سببش بسیار سببش اصلا در آنش میرود که پیش دستگیری بسیار بود، این از بین رفت. بعد 3-4 تا نمایش کردیم در تلویزیون یکم شبکه اول با انا 3 نمایش بود دیگر افیر ندادن به خاطر که سوم شده دادن. انا بعد همین نشده نمایش ما بیسوم نمیشد آخی برای که رفتید بنزین در کار اونجا بسیار تشکیل کردن در کار و صرف کردن در کار. دستگیری سوز شد. وقتی دستگیری شد در همین نتیجه دستگیری شدن. بعد این بای کسل که اومد، این کسل بالای اون دست روی پوش کرد همین خیلی کردی. بعد دیگه برآمده سوز شدن. بعد زندگی طرف با هر یک زندگی علایقه خودش دارد. برای زندگی علایقه خودش بدونن باید یک کار کند که بعد من یک قسمی ما با شبکه‌های خوشنک شدن در اینترنت من فعالیت کردم استادم. اگه با بعضی کارا بود و با بعضی سناریوی خودم که بود، حالا من خاموش من نصیب شد. من سال 22 سال آینده ان شاء الله باز ما روی صحنه میبریم، باز فیلمنامه‌های من سرودای من با صحنه‌های نو برای تماشاچی پیشکش کردیم. بهترین. و خود شما مثلا که هم شاهد سراندگی رو چشیدین و هم حجم نگاری رو، کدومی از این برای شما خوبتر است، بهتر است؟ قریب که هر چی خیلی که حجم نگاری برای من نزدیکتر است که من باید از حیاتی مردم خودم میگیرم با پیشکششون میکنم. بله. طرفی سرودنی سرودها باشد. من استاد احمد ظاهر از همین که باوردی که این سالای قریب 70 الان من میشناختم، یعنی که در مسکو خوندن در یک برادر افغان اونجا بود، همین ویشو می آورد سرود شده به طرز کسیتا گوش میکردیم. بعد همین ما داده شدیم. وقتی گوش میکردیم در حقیقت یک آوازخوانی که هم آواز هم انتخاب شعرها هم طرز سرودن همین خوش آمد. این رو برای خود ما وای کردیم. چی بگن؟ یک پریکار سرودها. بله. انا بعد وقت از اجرات استاد برای خودم برای دوستای خودم یک محفلای میده میشه. ببینید که اگه خود یک تا بیرون از حج با کمتر جدی میشیم. سلام. ما یک صحنه شما رو تماشا کردیم. راستش من به حد مخلص صحنه‌های شما هستم. یک صحنه تون رو تماشا کردیم. شما یک دوتار در دستتون است، خودتون سرود میخونین، همسرتون کار میکنن خیشت‌ها رو. همین بسیار خوب میشد که واقعا هم اگر پیشنهاد میکردین هم سروده باید سرود سیما باشه. اکنون شکل هوای تولید شد. هم صحنه رو ما پیش گرفته که بسیار از زندگی گیره. بسیار بر زنها کار میکنن، مردها پای بالای پای بخصوص یا کسل میگیرن یا دم درد یا گوش درد یا چیزی بهونه میکنن. همین صحنه رفته ایست میگه همین چکل انا که برای که بسیار همین با پرتر که با هم زن تعریف کرده ایستاده، هم کار کند و هم با هم پای بالای پای مونن. خلاصه همین یک برای شعر در کار شد. متن شعری. بله.
بعد ما یک دوست داریم استاد نبی جان از هیستوری شادمان. بعد همون گفتیم که من کس کم طبیعی شاعری دارم. بعد ما گفتیم که خیلی میشه دوستم همین من همین صحنه همین شما یک مات بعد یک نیم ساعت ما همین باید بنوار گیریم. بله. شما بارید ما رفتیم در همون جای بنوارگیر رسیدیم که تلفن کردن که اکا شعر تیار. بعد خیلی که ببینید تو استای خشتی سری دیوار نشستی. یاری من کید من بد است. کید من بد است کاوگیم است. سلام باشین. احمد زورش میگه همین خیلی مهنت کنی آینده تو دبیشتی. با خشته سلام باشین بهترین این سحنه قریب همه دا باخود شد ببینید که ایدهون داره سحنه. بله. یک قشلاق همین سحنه چنان لازم میبینه در همه قشلاقشون با یک دو تا میساختگی آدم بوده. تمام قشلاق یک تا دو تارچه خودشون زکاز میکنن. بله. همین زناشون یه گپ که گفت تا میگیرن اشتهار سرود زمزمه میکنن. سلام باشین. برای کیفیت خود شد. بهترین است. خب وقتی که شما سرود میخونین چی سبب میشه؟ مثلا ما میدونیم چند سروده که شما سراییدید این یک البته یک حالت دارد یک به قول یک چی بگم یک منطق دارد. خب برای مثال سرود یاسمانی که شما سراییدید چند سال پیش این واقعش یک بار برای من نقل کرده بود این روز که من فراموش کردم و بیا در مورد سروداتون برای ما معلومات بدهید که چی سبب میشه که شما بعد یک متن با آهنگ میدارین که مثلا بس خب آهنگ سازی میکنید. اگر همین تاریخی شعری بگیریم اگر سومان بله این یک رفیق ما در حقیقت حادثه شدگی لیکن وای در گهواره مردگی دخترچش اینا ما گفتیم که اگر دختر کلانتر کردن کن برای از بالای درخت میغلطه همین حادثه روی میتیاد بعد همین شعر خودش مینویسه وقتی واخورد و گفت که به همین شما کم از اجرات استاد احمد زویر میخورید آواز رو بعد معقول میشد که همین شعر من در همین آهنگ بسته برای من پیشنهاد کنید. من گفتم گپ نیست دوستان خیلی میبینیم بعد اینا خیلی گفتم که همین آهنگ به میان اومد بعد هر گفتم کلیپ کردیم و دستگیری کردن بله اینا با اومد یک عجایب یک همه قریبی که معقول شده همین نه که غم انگیز بسیار دلخراش. بله از ازبکستان با ما در تماس هستند. اینا ببینید. سلام علیکم. السلام علیکم. علیکم سلام. نوروز جان اکی خولمراد شما چی وادار کرد که هم در جای سرودخوانی و در حج نگاری نویل شدید بعداً بود سوال دیگر هم در آن است که خودی همین حج و شما چی میبخشد؟ الان جوابی سوالای شما حج چی میبخشد و من چه خودم رو چه نیست میکنم. بله با واسه حج ما بسیار نقصانای زندگی را پیشکش میکنیم لیکن ملایم کرده وقتی که همین آدم بیند و تماشا کنه خندد تا آخر خندید لیکن بعدی خندیدن با فکر که در همین خطاگی رفته. الان به همین خاطر من آواز من شما یک چی نقل میکنم یک از پیش از اینجا اومدن یک زنک من گفت که اگه خودمراد کجا رفتید؟ من گفتم من پیش نوروز گفت من یک دیده یک حادثه شده در آیند بعد بدنوار گیرید. من گفتم چی؟ گفت که من اتوبوس با دو دستم دو سکه پوری بار همین در اومدم همه جوانان شیشتگی همین برای دیدن همش روش یک دختراش طرفی بیرون کرد بچه‌کش یک تلفنش در دستش هم تلفنی که نشون نمیتید من هک کوی چه داره کنه همه با دورش نگاه میکنه با ایش میره یکی در دور فوتبال رفته شده باشه این همین نگاه پیش میره قفو میره با من نگاه میکنه من حالا ایستاد دیگه با هم دورش کی که درون هم تلفن داره بعد همین یک 5 دقیقه بری ایستادم که من گفتم ای بچه کی برای نگاه کنم همون دورین تلفن بین ما در همونجا شیشتگی میام راستای سادگی خیلی نمیده چه خیلی بهترین است ولی لیکن نمیده بعد از همین همون جوانا همون دخترا باید شرم کنن که چقدر در همین سنی سال همین پای بقوا دارن و یا شیشتگی و این کمپیرهای میسویده راست ایستادگی این آیا از روی اداب است اگر اینا حقارت کردید ممکن تاثیر نکنند. من ببینید اگر که همین حج کردی فهمونید شاید که فهمانده در آیند ما دوری که ما استودیو بودیم دوستان نوروز جان ما اومد نوشتیم در همین اتوبوس الکی ما میگیم جوی ما نیست اینجا جوی الکی فرانسالا از ما کلاتر آدم هستن کو اینا باید جوانو باید اعتبار بتیار شرط است که هر یک چیز مایده رنگ بوده که
بله سوسکمیتی که هر چه گفته است یعنی بله و بله جوان بعد آخر در نیستون خونده است در مکتب خونده است در باید خودشون فهمن بله بله سلامت اینا باشین از جهتی حج سوال شما ده دیون بهترین مسئله سرودو گفتید سرودو اگر شما در زندگی اهمیت داده باشید دوستان حتی گنگ سرود میخونه این سرود یک چیزی هست که آدم وقتی که بسیار زیغ بشه و کسی به چیزی گفته نمیتوند با واسطه سرود برای اگر خودش غمی درونی خودش میبرونه بله آدم دل بیرون میکنه هر کس گفته نمیتوند برای همین گنگ نباشه چی بگوید اگر دیدی باشید باید باشید که گنگو هست گنگو میبینه همین با اشاره و با هم بریم یک روز میگه با هم دستاتیل در دستش با هم همین کسی من گوش کردم چی ببینی وای علاقه ببین سرود خواست یعنی غمی خودش در همون بیرون میکنه انا به همین خاطر دوست عزیزم در همین جادر که شما گفتید یکیش برای کامیدوی زندگی مولون کار فهموندن دیمش برای غمایی که گفته نمیشد برآوردن و شنونده اگر بخوش گوش میکرد نباشد گوش شیوای گوش نکرد بله بله سلامت باشین برای چی این سرود رو شما بازخوانی کردین بله این سرود اصلا از اجازه استاد گفتم که استاد احمد ظاهر بله ما همین خواستیم که با امروزه یعنی که با شکل نو با چیز میگن ارانجروفکا یعنی که با پیشنهادی نو هم جهتی موسیقی هم جهتی خواندن پیشکش تماشاچی رو کنیم پیشکش خودم کنیم پیشکش شخصا خودم کنم که من اودی هم کار میبرم یا نه لیکن ان شاء الله ما خوش برو بودیم لیکن ما میخواستیم یک کلیپ کنیم و در همین با کلیپش شدیم که حاضر دو نمود بشود یعنی که گفتیم که همین دخترها بسیار وقت منم با شروع پول داره ببینن یا که من پول ببینن یا که با شروع خوش رو ببینن همون طرف مایل میکنن بیچاره کمبغل بود اول دوستت میدارن دوستت میدارن میگن بعد از اینکه که دوستت نمیدارن چون پلات کمتر با همین خاطر در حالی که شما هم تأسیس همین گروه لحظه های گورو رو از صفر سر کردین و یک بار مثلا پریشان شدن برای شما چگونه بود قبول کردن همین جدایی از دوستان و از همکاران شاید یکی از همکارانتان یا خود شما یا گلبیبی یا نصرالدین یا جمشید کدام از اینا شاید عیب داشتن نه اکو در اینجا عیب نیست اینجا در سری که بسیار کس وقتی پرنده از گفتید که از تفلی در تفلی به پرنده باشد پرید نمیتوند کو یا سه چهار با هم دان کندگی با نگاه میکرد که پدر مادر چی میبرن بله او بعد که دید که الکی خودش خورده میتونه دو خلاطه کوش میبرد میپرد بعد چیکار میکنه میپرد پرواز رحمت انا كنت اجراتي همین لحظه گورم قریب که همین خیلی شد همین خیلی نه اگه بعد چه میگم یک در من چیزی سند یا چیزی است که اگر یک موافقت پیدا شد من مثلا شما شاگردی منه بله یکی شما تماشا کردن و گفتن این یکی هم جز زور بازی کردی ای او دت زور بازی کردی انا همجا خودم یافتگیم بله خودم یافتم فهمیدی اگر این همجا قصاد بازی نکردی این هم استاد گفتم نه شما دیگه خیلی بازی میکردم بله با معنی که این خیلی میشود که آدم وقتی که الکی میدارد پرواز کرده میتونه دو میخواد که خودش نشان بده علایدگی بله همین حالت به من اومد که گفتیم جرأت کنید روز وقتی اونا پاندمی یعنی کسلی اینجا کس وقت نداره یک کس کسلی داره یک کس بیماری داره شخصا من جمشید مادرش بسیار وضعیتی بیزی بود خدا رحمت کنه گذاشتن انا باید دو اساس همین گویی توبتی در حدود رفت اومد بعد خیلی بسیار موارد همین خیلی میشد یا که من گلبی قطعی دسترسی در تئاتر کار میکردم و بسیار وقت خالیگی شون بود کدام روز با مثلا که من اگر که میشد و دست اسپکتاکل بند اگر که با آزاد هستن با من کار دارم خلاص این چیزا بعد و من اومد که هر کس بعد با گفتم تو نکو با که دستگیری که نشد بعد بچه‌ها اونجا دستگیری گلبی اونجا شما اینجا جمشید اینجا من اینجا سلام باشه شما با کی خودتون تنها هستین با کی هستین شما نه با همیشه همکاری دارم و میگم که من در وقتای من صحنه‌ها یافتم میمونم یا مودگی چند بله بعضی از سرانده هستن که مثلا صداشون مانند میکنن اما صدای شما من فکر میکنم که
خب طبیعتاً مانند است با خوب شد روان احمد ظهیر و در مورد این خودتون چی گفتنی هستین؟ شاید حالت می شود که میخواین مانند کنین یا که نه برای خودی استاد احمد ظهیر هم گفته که همین باید سرود از خنجری هم خودی هم انسان بروه کدو وقت از خنجره یعنی که از گلوی هم میبروه وقتی خودش میره خودش در درون احساس میکنه حس میکنه وقتی سرود میخونید یک کیفیت میبخشه علی وقتی شما تقلید میکنید شما در فکری تقلید اینجا سخن همش خالی میپره پریشان میشود یعنی خالی میپره تاثیرش کم میشه اون تاثیر نداره بله شیرینیش گم میکنه بهترین بیاد ما اکنون سرود با طرز فنگرام شنیدیم این لحظه امکان است که چور مثلا یگون از یگون سرودتون با اوزی زنده زمزمه کنید در کنج دلم آی در کنج دلم در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد کس را در این کلبه ویران ندارد در کنج دلم آی در کنج دلم در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد کس را در این کلبه ویران ندارد ای سلامت باشید بهترین سلامت باشید او شگریم و دیگه دوزده ماشیونه سلامت باشید خب بیدین لحظه یک تلطیفه با شنوندگان بگید شما یک دختر خبری جوانان گفتن نکن من وقتی که تمام میکرد مکتب با اینستیتوت تمام کرد الان که بخواد که خانه‌دار شود قد یک دیتا یا استودنت که یا استودنت هر دوشون همین خواهد که بعد دیپلم گرفتگی میخوان که باید برای توی بعد هر شو میره همین بهار که هسته تا یک درخت میرن و بعد از همین هم دیگر دوست داشته تو این مورد الان که شیطان بالای درخت دلو دفتر شدگی الان که ده سوکتو داده امروز که فریب کرد چخل کرد همین خود سوکتو کرد همین شدگی که یکی میردید یا دکتری ابرشون تک درخت داده گفته شخصیتش تو جانی من میکنه ابو چه میکنه با ایرش ببینم تو قندی من بو اینا شکلاتی من تو ابری من تو ماهی من بعد شیطان خیلی میگم اوه ببین اجرا هم که جور خوبی هم فالو کرد میکنم برو سری من بکنم شیطان میگریزم میره سلام بهترین مثل اونه که یک بابای برفی میرود نزدیک کودکو بعد نزدیک کودکو میرود و میگه بچم شما دو چی بیارم من بابای برفی چی بیارم از کو بابا جون من دا یک تا شکلات بیارم خیلی آفرین نوبت شما نبیره جون شما دا چی بیارم بابا جون من دا یک تا تلویزیون بیارید بعد از یک بچه که دیگه میرود میگه بچه جون نبیره بابوش شما دا چی بیارم میگه میگرده همه بابای برفی را یک شپوتی میزنم بابای برفی را یک شپوتی میزنم میگه نبیره بابو بچم چی بزدی و چی گناه کردم که زدم میگه بابا جان در خاطرتون هست سالی گذشته ولسپید وعده کرده بودیم ولی نه پول دوباره سلام باشید یک خواهش داریم که هم کم ترک اشکار میبیان و اصلا میخورم میدوان هوای نخل میکنن سلام باشید تشکر سلام خب شکر چه گرسنه اصلا چه خوردگی نیست برای که اگه باید همون چیکار کنه داخل بعد یک خانه درست همین نزدیکی شلوقای نزدیک کوهی در درآمده با شکم سرگرم در کار کو میبینید که این مردم رسول دیگه همین خیلی وضعیت کسلی دورانه لیکن هیچ توبه نمیکنه میبینید من هم طبیعی من داخلی من کوه داشتگی طبقی هورا میدونم در پیش کنم ببرن اول میبینه که نون گرم پخته شدن در خانه بعد میگه که این کسلش اینه که اصلا این کسل میدونم هیچ کاری کنه کاره بعد خیلی ما آخی طبیب هم گفته میستن می آخی یک چهار تا نون گرم خب یک تا کاسه عسل یک تا همین چای گرم نیمش سیاه باشد نیمش کبود خب دام کنی چای کلم بده که چای کلم با انا بعد میگه برو نه خونه که با کوی توبه کنم بعد نگم نگی این هم یک 3-4 دقیقه موندگی بیمارا طرف رفتنش با بعد هم نون گرم در اصل تر کرده اسم میزنه بعد میگه میگه که اکو اجنور پیش داره دکو یکی خد میزنه شکم سیر میکنه میگه شلو نقض بشه کن همین میره اکشلوگ نبرومده که
دو سر میشد. دو سر میشد. بله. خب این همش حیاتی حیات گرفته شده است بله. و برای شما پیشکش شده. این حادثه بله. شدگی. بله. با مراد وقت میگن که همین خیلی حادثه شده هست. داشتگی بله. بودن. سلامت باشین بهترین. شما نقش فولبین هم بسیار خوب بازی میکنید. ما یک صحنه دیدیم که در سرتون نمیدونم یک کلاه هست و یک شاخچه دیگه در بالایان پیشنهادی کی بودم این ایده که مثلا شما باید کلاه سلامونین و یک شاخچه دیگر همونین ایده خودی هست. ایده خودتون. فقط باید شاو فکر کنید بگو همین نقش چخل بود. چیکار کردن؟ چلی باز پیشنهاد نکن. چخل آواز کتیبای کردن نکن. هیچ وقت می آواز کردن که فولبیش نمیتونه کو. فولبینو باید تجربی کاری و نشان دادن نکن. سینی سولی و برای می آواز کردن. وای کی وای خودش آواز میاد. نه حالا که میره سویدی سین سال چنده این سال گرفته بعد یک 15-20 سال تجربه کاری هم دارد و اینا رو همش پیشکش میگید بعد شما تصور میکنید که نزد یک نفر رفتن که مثلا نزد شما یک نفر اومد شما فولبین و اون علاقه دیگه فولیونا شما دیدن نتونستین چه خیلی با اون میفهمونین که مثلا شما نتونستین فولیو را ببینین و حیاتش ناروشن است چی گونه میفهمونین با او و خیلی یگان وقتی فولبین در دنیا شما رو همه تو میگم من چی شما نمیفهمم نمیگید وای میکول میواد و از فولبین رو میدید من یک تصانه میکنم شما دوباره فولبین رو تماشا نکردید یعنی وای فولبین همه فولبین رو من یه برادری هستن کو جوگو من لولیو میبینم بیرکی همه فول میبینم یه بچه برام میگن تو بیا میشه من یک تا سیاهی بگذار بالا یک کپر که میره همونجا میره وقتی رفته تو یک تا سیاه کفایت تو رفته همین وقتی که عاقل دیم دا گذاشته که هم تپی سر همه یه هم تکرار زنگی سایه دستی همه طرف گران کرده گشته است بعد که همسایش میدم میگه من داشتم کار کردم همسایه بابا چی میگوی خونی خودت فولبین بگو چوه خورد سوخت آخی خیره بکن نه خود همه را بینی هم خونی خودم نبینی خونی خودت نفهمی سلامت باشین بهترین اگر اکسادم پول باشد کو تبسم میکنم تبسم خودش آمدن میکنه ولی تشکر برای شما بهترین تشکر برای دعوت ما رو پذیرفتن برای شما سعادتمندی روزگار خواهانم و خدا کند که خاندانتان پر از فراوانی و خوشبختی باشد